زن تا ظلم نکن شما خدا ظلم نکنه. ولی رسیان نگشته 5 سال 10 سال حقی جاگه خوبی داره زنه. برای حقی جاگه خوبیش ادا نکردن انشاءالله انشاءالله جواب داره. یا لباس میگه که اشه نگو یک مرد به یک زن بازی میکنه و زن میکپش و زن کم بازی میکنه. این اول در قدم من بگم مردم یا بیا برای چی ما باید نبشه؟ چون که اکثر جوانه ما درست زیناگره، اکثر زنم بازه خدا میزند ایشالا. خدا قرآن گفته سیدی ولا تقربوا الی الزنا، با زنا نزدیکی نکنید گفت. وای گفت راه فساد گفت، وای بشرمه به حیاتی گفت. خدا حسنانات اتماع داره زنگی بسده فنکی امارات آرده تو به زنگی نگه راه فساد داره. زنا نکنید انشاءالله. زناگره حالا نشاف خدا انشاءالله. کسی که زنا میکنه پیامبر 3 تا حدیثه جمعه دیگه ما پرا با کاملا میگم وقتش دیگه است. یکم عمر کوتاه میشود، از خاندانت برکات میرود، خدا 30 ماه صالحین پیست میکنه رنگ تن میگیره خدا انشاءالله. این دنیا بشه این خیلی چرا در همین دنیا خیلی کسل میکنه خیلی شد برای زدن میکنه. من یک زناگر میگم 4 ماشینی نوشه چپک زن تا ظلم نکن شما خدا ظلم نکنه. ولی رسیان نگشته 5 سال 10 سال حقی جاگه خوبی داره زنه. برای حقی جاگه خوبیش ادا نکردن انشاءالله انشاءالله جواب داره. آیله چیزی مقدس ترین انشاءالله خدا خواهد بشه مردرم بردان ایمان. البته آیله این آبادی مکان است. یعنی یک خلافت یک زن و شوهر خلافت انشاءالله وقتی که عقد نکاح میشن آیله میبندن انشاءالله همون مکان آباد میشه. یعنی که مرد میشه زن میشه خلافت سیکل کار میکنن سیکل جمع میکنن سیکل یک تا خونه میکنن 2 تا خونه میکنن سیکل انشاءالله خدا خواهد روزگار شدن همون مکان یک خرابه انشاءالله خدا خواهد چون میشن و سبب جوف شدنش انشاءالله خدا خواهد آباد میشه. حتی الله سبحانه و تعالی در سوره روم آیت 21 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این آیاتی أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم المودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. از نشانه‌های خدا میگه، از معجزه‌های خدا میگه یعنی خلق از شما یعنی زن‌های شما را از یعنی جنسی شما. زنم جنسی من شما است. از جنسی مرد زن آفریده شده از زن. چون که اول خدا چی آفرید؟ مرد آفرید. آدم آفرید. بعد از آدم ما و حوا را آفرید. مهر ما و حوا چی؟ در دل آدم و جعل بینکم المودة. بین شما گفت خدا دوستی را یعنی دیگر دوست داشتن مهر دیگر گذاشت. وقتی که آدم علیه السلام خدا آفرید خدا قرار نگرفت. دختران جنت نشانش دادن نگاه نکرد که بهترین زنها در جنت هستند. الحمدلله بهترین که عکس در عکس میبینی روش در روی میبینی ای خودش ای گلش گذشتنش ببینی از بالای لباسش یعنی مغز مستقانش نمایی میکنه همه قدر زیبا است نگاه نکرد. خداوند تقدیم کرد آدم را خواب غلبه کرد با واسطه جبرئیل امین ای قوله چپی آدم یک قولهش گرفتن. خدا گفت کن فیکون. خدا 2 تا حرف کتی تمام دنیا را خدا قرار می‌آفرد. 2 تا حرف کاف و نون عربیش کون میشه. سوره اگر کسی که خدا خواهد یاسین اخوند در آخرش فاذا اراد شیئا
فیقول له کن فیکون. وقتی خدا یمان سے اراده کنه چیز آفرینش اراده کنه کن میگه تمام فیکون بس میشه. الان کارگر گرفتن خدا کنش کن دخترک همه زیبایی تمام این دنیا دخترش در همون چیز داد. آدم مثل وقتی بر مجرد بیدار شدن دستش دراز کرد خدا اون دست گیر ولی این برای تو حلال نیست ولی نکاح میشه. امروز جوان چشم رو دکشه ولی به نکاح دست رو قبیده گشته اختلافاتش ولی پگر روز قیامت در فتوا هست میخوای آتشی که در دست خدا قرار نخیده که روز قیامت و تا نکاح نشو دختر برای تو حلال نیست. از خدا بترس. جوانایی که امروز خدا خواهد انشاءالله این کارها را مشغول هستیم. فاتحه بودگی به نکاح نیست. نکاح از دو شاهد عبارت است. لا نکاح بلا شهودی. به نکاح به گواه نکاح نیست. کسی که به نکاح یک زن شاهد علیه خیبر میشنن و من میگم نفس تا بدون سپورت من قبول کردم و این نکاح فاسده است و حرام است. تا گواه نباشد انشاءالله. تا روزگی انشاءالله یادیگر نباشد روزگی پدر و مادرمه. امروز تمام رسولا که پاکتا سید خدا نگاه دارد. غضب خدا بیاد انشاءالله جزا کنید. یکم ملوم نمیزنه باشد. اشهد البلای علی العلماء و علی الانبیاء و الاولیاء. یکم خدا خواهد همون خدا خوبه بگیره. چون که نگفتیم. چون نفهمونی؟ چون پیش نگیرفتی کنم؟ چون نکرد؟ ما در وطن ارس زندگی نمیکنیم. ما مسلمانیم الحمدلله مسلمان زادیم مسلمان میریم. اتا بوت انانش رو گم نکرد. انانه مسلمانی تا گم نکرد. انانه پیغمبر با زنهاش آیله داشتیدن. انانه صحابه کرام ابوبکر و عمر و عثمان و علی عیار دارد خدا چی خیلی خانه داشتن همچون سنت بجایی اصحابی که نجومی به ای اقتدیتون پیغمبر صحابگان ما مثل ستارگان هم کلامش نتابش انشاءالله هدایت ایلا جزا مقرر است. خدا سبحانه و تعالی گفت من همین ما هوا را امانت بسپارم. کی امانت میگیره؟ آدم من میگیرش. این زن از جانب خدا امانت است. یا نبرا اگر زن ناحق ظلم کنی جواب بدی کشی امانت. این امانت است. این دست نگره. خدا چه امانت دادمی؟ اگر ناحق نفقش نکنی ناحق زنش ناحق ظلمش کنی پیش خدا رو جواب بدی. چون اسلام بردی نیست. اسلام چیزی خدا خواهشته نیست که برای شما خواهده کار بکنید. مثل چون حیوان بازم حیوان وارینت معامله کنید. این نیست. تلفون رو کشید. مردم خلال لطید. تلفون در درون مسجد کشید. پرده دید. نه ما کشتگیه. من همجا میگرم 10 تا 15 تا ترپشنی بزید. وقتی عبادت بیرم عبادت ما جواب بید. همه کشتا پرده در نماز نکلو همه خطر دفاع هستیم. در درون این تلفن استفاده بودن مکروه تحریمه با حرام نزدیکه. نماز میگه که زمان تو پوسته بسه که تلفن میکنه جورم تلفن میکنه کردن مرده برای شما گنرال نیستی شما اگر مملکت در تحصیل نیست که خدا خواهد لازم میکنه اما عادی فقره عادی بودن تو ما محبت خدا خواهد باشد ما محبت مشکل سخن ارواح من سنت المرسلین 4 گفتن از سنتهای پیغمبران هستند. الختان والسواك والتعطر والنکاح. یکم ختنه کردن. البته فردانه به دنیا اومد ختنش کنید سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام.
از اکثر حقیقت رو بگو، حقیقت کردی توی در کار نیست دیگه، توی نه که دیگه حقیقتش تویه، رسخانی بده نکن یا حقیقتی یا ممکن نکن بخش نچوک شده پلا بسیار صرف نکن چون میگه تو صرف کنم باشه منظر تو بخون باشین زور شد برای یک شهرهای گنده است برای یک خلاف دوباره برای پلا کارو کرد نمانمی دویم انشاءالله خدا خواهد مسواک کردن سنت تمام پیغمبران نه محمد علیه السلام تمام پیغمبران مرسل این 4 کار میکردن یکیش انشاءالله خدا خواهد است مسواک کردن سنت پیغمبر علیه السلام یعنی مسواک استفاده باید انشاءالله خدا خواهد مسواک اما که استفاده میبریم مسواک در دهان شفتن 12-13 مراتب دهان خلال کردن شد دندان ها شفته میشه همه استفادهش بریم یا بریم اینم استفادهش بریم با طهارت استفادهش بریم رای گشت کوچه بخشه به سنت نیست خواهی بریم وقتی نمید در توالت هم مسواک کارفم در دیگر جا مسواک چه میخواد حرمت داره حرمت چه وجه بیاد پیامبر علیه السلام حرمتش میکرد در دورم شفته میموشه با پاکش میکنیم و دورم فروخت روزه خوب استفادهش بریم 27 حصه داره 27 حصه اگر کسی که ایهاد دندان مسواک کرده دندان نمیره بو نمیکنه نمیپسه خدا راضی میشه شیطان در قلب میشه ذهن تا تیز میکنه چندی میشه الله کسلت خدا یکی دیگرش تا عطر زدن سنت عطر زنی خدا انشاءالله چی مرد باشی چی زنها عطرش در خانه ایوان برای مرد بیگانه نیست زن در دم خانه پیش شوهرش استفاده عطر بودن سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مردها در همه جا داریم الان در کوچه ها خلافت در ملکه ها میریم مسجد میای خلافت زدن عطر سنته خوشبوی که رخته بیونجا تا که بوی خوشی شما همسایت راحت کرد از بوی خوشی منجا هر فرشته هستند فرشته راحت کردن از زدن عطر زدن سنت پیامبر علیه السلام محمد که دوست نداشت من تو هم دوستش داری انشاءالله خیلی است حتی که در باب جمعه میگن اگر مبادا مرد عطرش تمامش داشته از منش قرض گیرد عطر زده بیاید عطر دیم عطر سپیرت داره فلان داره بودگی کار نکن سپیرتی باید خواه گرمانسکی می امریکانسکی می فرانسوزسکی می ایتالیانسکی می عربسکی می استفاده بودنشتی به نماز نکنه چیکه برای خوشبویه برای کیف کردن نیست عرق سپیرت حرام کل مسکون خمر و کل خمر حرام هر سکی کیف میکنه به عراق است هر سکی عراق است حرام یعنی بیوالا از اعتراض استفاده بودن سنته یکی دیگرش نکاح که خلافت خانه داشته نه سنت هایی که بیدست پیغمبر علیه السلام و نکاح خانه داشته ما و شما مؤمنان انشاءالله مقصد از نکاح چی است؟ فرزندهای صالح و دنیا آوردن است اگر به نکاح کنیم فرزند حرامی بشود حرامی فرزند حتی اینکه اگر عالم شودم امامتش مکروه است نزد امام اعظم رحمت الله علیه اگر عالم شودم امامتش مکروه نیمته حساب بشود از خدا بوده است خود داره که انشاءالله خدا خواهد ساعتش میشود وقتش میشود همه چیز خدا خواهد ساعت دارد خود داره که ندانی خدا خواهد وقت از انگید این جایی دارد چی اگر خلافت کنترل بده نتونی انشاءالله زن با اختر بگی خلافت خانه داشت زن هم عبادت است کسی که دیگه زن میگیرد پیامبر اسلام نصفی دینش مکمل میشه و نصفی میگه دین دیگرش با طاعت عبادت مکمل کنه به نماز روزه و زکات و حج مکمل کنه نصفی دین مکمل میشه واسطه چی نکاح خانه داشته
انشاءالله. البته انشاءالله خدا خواهد ما در یک وقت به اینا محتاج میشیم. سینی دیگی 12 و 40 گذشته. البته انشاءالله خدا خواهد امروز حکومت ما شما 18 سالگی گفتگی است. بعد آدم ها آمده است. من در 17 سالگی دختر ما توی میکنم، هیچ کس نکاح نمیکنه. 18 که خدا خواهد قانون 18 انشاءالله ظلمت محکمت به یگان جا بگم انشاءالله خدا خواهد خواندن داشته رفتر نگیریم. از این پس یا اینکه خدا خواهد زکس بیکار نیست، اینجا اومده تو پلک نکن برای زکس بیکار رفت جدا شدی بیکاری تو نکنه که جدا نشد. خدا خواهد این زن اولا همه شکو اثره دیمش کسره سیمش مرگ بکشه. این زنی که خدا داده خدا خواهد انشان قدرش نمیرسی مومن خدا خواهد بر بکنی خدا خواهد دیم زنم بعد خدا خواهد پتخلی میشه. من پتخلی ما میدونم از این دنیا ده خدا خواهد یکم زنش در عمرش خدا خواهد کلپسه خودگی نیست در هر عمرش خدا خواهد انشاءالله چله میشه کیلو ندیده بیچاره کار بودن مرده بودن خدا خواهد شب و روز پتخلی میده. از میدونیم زن با چی براده کرد اول یا تخونه من میتی بریم من بگیرم طوری هست میدونیم جاش طوری هست. مهر دو زن یا خانه با اشیاء خانگیش مهرش میشه. اساسی مهر همشه یا خانه باید که با چی دو چارش زن مهر دادن نکنه اینجا خطابش نیست. مهر نمیگه من میگیم 70 ساله هستم خیلی 70 عمر دارم 80 عمر دارم این خانم مهر ندارم تا من زنده هستم انشاءالله خدمتی بدی ممنونم من خودت میدانی بلا بینید همین خانم مهری چی میشه خدا خواهد مهری نموشون میشه اینجای خطابیش نیست خدا خواهد انشاءالله. ولی امروز خدا خواهد زنها را خواب نکنه امروز زنها را خدا خواهد افکار کار نکنه چون که بدترین انسان همون انسان است که میگن آیلش خواب نکند. نمیدن که خیال کن نسایی بهترین شما کی هست بهترین شما که نسبت زنهاش معامله خوب دارد نسبت زنها رفتار گفتار خوب دارد تو شما بهترین انشاءالله خدا فرشی هست انسان هست در دنیا. من پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین شخص هست حتی نسبت خدا فرشی زنهاشون نسبت زن شما نسبت دخترش چقدر معامله خوب داشت پیغمبر علیه السلام نسبت دخترش خدا خواهد معامله خوب داشت. ولی ما شما زنها شما انشاءالله ما هم باید انشاءالله اخلاقامونه نسبت همون پیغمبر علیه السلام خوب کنیم انشاءالله. حرمتش کنیم عزتش کنیم خدا خواهد حرمتش که حرمتت میکنن دنیا این است حرمتش که نکردی حرمتت نمیکنه ولی همش اصل است. ولی سو شکر میکنن که زن مسلم که سوال نمیکنن. من شیخ سعدی امکانش برای شما میارم بینیم شیخ سعدی در کوچه میگن یک جوان دختر دیدن که مردی موی سفیده روش تازه داره چشمکاش تازه داره آبی دهناش تازه داره. شیخ سعدی گفتن خیال کرده که من همین دخترش باشم خیال کرده که گفتن همین یعنی یگان کیریش باشم یگان نردیش باشم. رفته میگه پرسیدم که ای دختر تو کی هستی؟ گفت من زن همین مسافر هستم. گفت که قدر مسافر خدمت داری پیامبر علیه السلام دیگه هستن کلام انسانی که گفتن یعنی چی؟ یعنی برای گفتن شوهر شکر کنند و من برای زن صبر کنم و جنتی هست من جنت رو بخونم گرچه مسافر باشم گفت من خودم چه بجا میرم. شیخ سعدی حیران شد بینید نه حرمت زن شوهر تا چه اندازه انشاءالله خواهد یک جوان زنش بد اخلاق بود بسیار اخلاقی بد داشت شریکا اجازه دادن که ای برادر کرد زن چیکار میکنی بیا سرش نگو که اگه دیگر زن بودی گفت من گفت میترسم یک چیز از چی گفتم؟ این گفتم برو میرم قلم گفتن اصلا میکنم من چیکاری کنم کنم
چون برای که کسی که بر اخلاقی زنش صبر کنه و خدا خواست ثوابی که ایوب علیه السلام بیماری شد یا همون ثواب الله میشه خدا خواهد انشاءالله افتاد. من نمیخوام که با یک آیه افتاد رفته آزاد شد. همه چیز معما داره، همه آیه چه خودش کمبودی داره، همه فرشته نیست. در آقای پیغمبر علیه السلام هم پیغمبر علیه السلام با عایشه مادر رو جنگ کردن، جنجال کردن، کاری شدن. عایشه او بچه که خوندن بشیش، رسول الله این بچه که خوندن بشیش. و صحابه که برای همه ابوبکر بود یک بیا دختر شدن نصیحت کردن. وقتی که ابوبکر اومد در اومد سلام داد، السلام علیکم گفتش چیا پس پیامبر محمد گفت خسری رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون که ابوبکر محمد را دوست می‌داشت. یک سخنی مبارک داشتن: انا احب ان اکون فی تحت رسول الله صلی الله علیه و سلم. من دوست می‌دارم که دخترم در نکاح پیغمبر باشد. 2 سالگیش را پدرکش کردم. بسیار خدا خواهد بسیار اشیای خانگی سن رسول الله این گفتم دختر برای تو پدر کرد. نه چیز طلبیدن، نه مال به چیز طلبیدن. عزیزان من بینید دوستای خدا گفتن یا عایشه گفتن من گپ زنم یا خودت گپ میزنی؟ دختر عایشه گفتی اگر من خودم گپ زنم گپ حقم هست. ابوبکر خیس نگرد حضرت عایشه مادر زیر لحظت کوب کرد. حتی عجمینی مبارکش خون جاری شده مادر شما است. خدا نمیگد ازواج النبی مؤمنون، زنهای پیغمبر برای شما یعنی مادر میشه. ابوبکر پیغمبر رو خسته جدا کرد که ابوبکر گفت من تو را برای زدن نآوردم، من تو را تحقیق کردم که نصیحت کنی دخترتان گفت یا محمد گفت این در پیش من که قدر سیاست داره در خیلات شما را چکنن. بینید از ما شما آیله رایمیش در کجا هست باید ما شما همون در حیاتی دوم لیزی داریم. بینید ما تو که دست داریم شما تو که دست داریم و شرط دختر دیگه یک تگلا پا بیاره 8 دومو در ظرف شکل نمیکشید 8 توش نمیسه تیوپا تیوپیان گرد اومد یک بسه من شما رو بینیزیم زدش غلط باشید بابا یک دانه گام بزنه به همین خداخت دختر تا برداشته میگشتی هم بوده. دنیا این دهشت چیزی هست بیروزگی دختر ها هست. این آدمایی که احساس زندگی میدونن شبا خواب نمیکنن. این بچه ایش نیست. بچه بسیار فکر نمیکنه. دختر سی نازکه از دانی من. وقتی که خدا خواهد میتیمی پرر گوش دیگر نمیدونم. سیاست کردی بودش. امروز این بد اخلاقی دخترها در ایران است. امروز تمام دخترها خبرکش شد. بگو دختر که خبرکشی نکنه. این حیات را بیرون میکنه که چیز خبرکشی است. اینجا تلفنی بدبخت اومده است. همین یک بهش الو من انداختم، الو من زدم، الو عاقبتش بد میشود. الو عاقبتش بد. چه دوشه نیست. همین انشاءالله خدا خواهد تأکید به تأکید بگوش. دویم خدا خواهد انشاءالله مردای کمبودیا نسبت عروسات رو بسیار ظلم میکرد. سیدای من هست حتی شیعیان هست. سیدای من نیستی کنید چون که وسیله ما یکان کس نشون رو میتیم مخفی چیز است خدا خواهد کنن. مفتست دامنا جان خصوصی من مسجد میرود نماز میخونم، نماز جمعه میرود گوش میکند. یکی مولا بسیار حقارت میکند، بسیار مولا آزاد میکند. اگر دیمک شما عروسا برای خدا خواهد کار نمیکنید قد غلام فقط کار فرده نکنه بیشاره روستا بگه خدا خواهد انشاءالله گریتش کرد. کاش که دختر میداشتیم گریتش نکنه. یک کس دخترش از ظلم کنی البته دختر تا نکنه. این قانون خدا خواهد انشاءالله اعلا کنه. من ظلم از ظلم پیامبر اسلام حدیث شد کسی که ظلم کنه البته ظلم میبینی خدا خواهد انشاءالله. و دختر تایده با دختر که قبولش کردی همچون دختر معاملش کرد. دختری خود نشون نمیکنه. دختری خود هر روز رحم میکنه. مادرش
کدوم کار کنه که دخترم دم گیرد، دخترم بچه‌م دم گیرد، دختری مردم چی رفت؟ از خدا بترس. برش رسید چون ای برش پیغمبر علیه السلام جهاد چند تا میرفت؟ جهاد برای 5 کیلومتر میرفت، برای 10 کیلومتر میرفت. زن شکلشده میگفت بین زنهاش خدا میگفت کالا یقه میگیفتن یک مکتوب کرد همش کدومشون سفر کنایم پیغمبر سن گفتش میرفت. چون ای برش ناموس میگیم یعنی از دختره بیگونه ناموس رو میکنیم اینجا خدا فرد چون اونجا گردن بگردی اینا بایی ما میشم اونجا لباس میگه بود اون لباس میگه پیش نبایی اگر ما میشم میترسیم و یک برفتی 3 سال و 5 سال بو میشه این حقیقت یادی میکنه بعد مجبور اونجا باید اسکاله کنه اون لباس میگه آبا یا لباس میگه که اشده بود یک مرد به یک زن بازی میکنه و زن میکپش و زن کم بازی میکنه این اول در قدم من دیگه مردش رو یگو تو کاری من کن نه خیال نکن یک کسی دخترشن چشم عرقه دختر به چشم عرقه زن تو نه چشم عرقه این قانون نمیخواد خدام در برادر حکایت کرد گیفتش نتونست خدا خد انشاءالله یک عزیز خدا را زن شد یک آدم میخواد دیگه بعد نمیگن مردم میگن چی گناه کردی میگه چی گناه کردی هیچی نکردم یکم که دخترات نشه در دخترات نکردی حق حقیدن این دستی من حقیدن مردم خدا دیدی میگن تر ندارم میگن دستی قبی دستی میگن نیو ندارم اخدا بترس توبه گناه کروش خدا خواهد انشاءالله کن که بسرت بگه میآید روزه خدا خواهد انشاءالله بعد گیریه میکنی بعد مردم زرازی میشه وقت نگذاره برای چی ما باید نمیشه چون که اکثر جوانه ما درست زیناگره اکثر زنم بازه خدا میزند انشاءالله خدا قرآن گفته سیدی ولا تقربوا الی الزنا و زنا نزدیکی نکنید گفت وای گفت راه فساد گفت وای بیشرمه به حیاتی گفت خدا حسنانات اتماع داره زنگی گفته سده فانکحوا ما طاب لکم تو به زنگی نگه راه فساد داره زنا نکنید انشاءالله من زناگره حاضر نشد خدا فرد انشاءالله کسی که زنا میکنه پیامبر 3 تا حدیثه جمعه دیگه ما پرا با کاملا میگم وقتش دیگه است یکم عمر کوتاه میشود از خاندانت برکات میرود خدا سیما و صالحین پیستر میکنه رنگ تن بگیره خدا انشاءالله این دنیا بشه و خیلی چرا در همین دنیا خیلی کسل میتید خیلی شد برا زده نمیگه من یک زناگر میگم 4 ماشینی نوشه چپک 4 ماشین نو چپش دارش اگر تایپور برای آمدن میکنه چون که خدا روزی نگیدست که کردی بلا منتظر شد ولی مختم شده است از داری من انشاءالله آیله ها مستقم مقدس داریم آیله ها خدا خواهد زن ها را حرمت کنیم انشاءالله خدا خواهد به زن حیات نیست ابو هریره همسرش مرد بینید زنش مرد والله هم 70 چند بود صحابه جمع شدن اومدن پیش گفتن که حضرت عرضه چی هست همین عرضه تمام بود گفتن عرضه یگانه من خانه‌دار کنیم من شما طلب نمیکنم چیز طلب فقط خانه‌دارم کنیم من نمیخوام که خدا خودش که تنها پیش الله برم همون شب خانه‌دارش که میگم فردا که من به حق تسلیم کرد امروز بیچاره بابای ما عمکای ما شما بیزن این بچه ها خدا قدرن چک کرده خواهد نمیده موضوع نمیگه که پدرم چیکار کردش 20 سال پدرم خانه‌دار کنم همه زن ها شما نکنم از زن ها میگن که برشک خود چی میکنه اینه که مردک ها چی بیچاره کنه این روز خدا خواهد زن ها چی ماده بلاده خدا خواهد بیزنس مید
چه گفتم که من آخه شهر نمیکنی اخی میگم من شیم شفته میگردم من از اکنه ششی خونده گشتم نکی نیمی اویلا بیرون دارم ششی خونده و کواشی شهر زیادی بچه کنه کنه و تلفن بازی میکنه شما تا اصلا خواهد شما من در تلفن میکنه ایدون تلفن میکنه و تلفن میکنه خودی کی باید اولیاء اگر اولیاء نشید خدا اینقدر تغییر بلیکم نمیکرد اینقدر تغییر پیغمبر و خاندان نمیکرد این خاندان نشید اصلا اگر خلافت هیچ چیز فایدهش نیست اینقدر تغییر اینقدر برای اولا برپا کردن جانی خدا سخناش این پیغمبر جانی کاملش چه همش مقصد نتیجه پیشگیری فساد است پیشگیری زنا است پیشگیری آبروریزی است پیشگیری جامعه فساد که اگر زناگر زیاد شود پیغمبر بگه دو چیز در بین قوم زیاد شود بلا منتظر شد زنا که این پرسنت اگر در بین مردم بسیار شد بلا اومدن بگیره اولا نشد این سخنی پیغمبر علیه السلام زنا چی میشه؟ انسان میشه پیش نگیره موضوع نمیمونیم شوهر که نمیمونیم پدر و زن اونا نگیره جوان نگیره پلمورا نگیره پدر ده پسر جوان اومد پدرش کتی گفت من نفقتی نمیدید گفتم انت با ملک کلیابی خودتم ملکتم ایته پدر خواهی دیگه بچه کو ملک رو فروختن بگیرم گاوته بیم بزده بیم تو تا بودن حق حرون نیست ولی این از خدا بترسیم انشاءالله ترسیده همون انشاءالله خدا خواهد آیدارا مقدس داریم آیدارا خدا خواهد بردوردتیم در یک دو انشاءالله خدا خواهد زندگی انشاءالله خوب کنیم زندگی کنیم که عمرها رفته است حیات خدا خواهد انشاءالله به خونه چابوزی است میگذرد میران انشاءالله